به این دنیا گشتن نیست. بعد از مردن به خاک رفتن دیگه تو به این دنیا نمیگرده بیای. معنیش چیه؟ معنیش همین است که تو عبادت توشت همینجا بگیر، در اونجا برای نشان بتونی پشیمان شوی. دیگه اجازه نیست که تو در اینجا بیای از طرف مسجد برای، دیگه اجازه نیست که تو در اینجا بیای نماز بخونی پای به تارت راه بگردی. دیگه وقت نیست که برای تو بیای بچه تا قرآن خون کنی، زن تا به حیا کنی. دیگه برای تو گشتن اومدن اینجا نیست. یک باره همینجا وصیت حسرت تا بکن، یک باره نماز روزه تا بکن، یک باره چین اقلا بار فرزند تا نماز خون بکن که تو نروی خانه تا در یک آدمی صغیره فاسقی بی افلاسی بی تعب بگذاری، محنت کردگی 80 ساله دو و دهنتا به یک بچه بی ادبی پاپریس کشی بنگی حرام بگذاری برای که در اونجا بروی افسوس دریق کنی، دیگه فایده نکنه. ای عاقبت یگان بار اللهم اغفر لی نفرسته، یگان بار خدا را سجده نکنه بگه الله ای خدا تو من خلقم کرده، اخیر سنی همی خاکی تو میرم. برای همی هشیار باشه، هشیار باشه. نیت جنازهاتون عیاد کنه. قومی که در جایی که قدم قومی دینش نخپید، قومی دیگه نمیاد او را جنت ببره. هر کی خودش جنت میبره، تو را عمل جنت میبره، به عملی دوزخ میبره. همین دنیا در گناه کنی ششم عدل میبرد. آیا تو در درگاه خدا گناه کردی گمان میبری که تو جنت بری؟ تو اگر نماز نخواندی گمان میبری که برای برابری او کسانی که نیم شب خستن ای ترس خدا را مسجد رفتن و سجده کردن و آب دیده ریزاندن و از حرامی پرهیز کردن و بچه هاشون به قرآن و دختراشون به اسلام و توفیق و به حیات دعوت کردن، تو گمان میبری که برابری امنایی؟ هر انسان ننگ ناموس ایمان شاید دست ندهد. فکر کنه امروز یک کلان سالا یعنی مثل 4 کس دیگه همه تو بعضی تو 60 برمای تالم ریش نمونده، رنگ کفن واری هستن متروشش اولی هم. صورت مردینگی پیدا نکرده اولی، صورت مردانگی بخوای نخوای او ریش سفید مثل کفن دواره خبرت که شده است که ارتگا این دینگه بسر تام کفن می آید. بخوای نخوای میبری، هیچ کس مردن نمیخواه مجبور میبره. خدا همه اهل گورستان رحمت کن پروردگار. میگه که تو برای برادر چی گریه منی؟ برای پدرت مرگ خود را یاد آور گریه بسیار کن، می روی آخر بگور و توشه تو برای جون خودت گریه که یه روز دبر این میراند. تو برای جون خودت گریه کن دیگه ای الله که برای که رفت لیکن تو فکر که آینده هم امید ما و تو میاییم. تو برای جونت گریه کن، منم برای جونم گریه کنم. هر انسان برای خودش ناله کنه. برای تو برای چی گریه منی؟ گریه چی فایده ندارد. لیکن تو گریه که آیا این رفت خلاص شید ما و تو چخل مرفته باشیم، در کدام حالت میمرده باشیم؟ ایره دانشمند باید عقلش کار بفرمه. اختیار بخیر. بیس العبد عبد النسیه جبار الاعلا. بدترین انسان همون انسانی هست قبر و در آمدن قبر را فراموش کرده است. قبر و در آمدن قبر پوسیدن در درون خاک فراموش کرده است. از او بنده بدتر دیگر نیست. و بیس العبد عبد النسیه جبار الاعلا. بدترین بنده همون بنده هست که جبار الاعلا بلندترین قویترین ذاتی که جان مردم را میگیرد او را فراموش کرد. برای همین بهترین انسان همون انسانی است که خانه قیامتش فراموش نکند، خانه اخیرانش فراموش نکند. انا ببینه که حالی به این دنیا گشتن نیست. بعد از مردن به خاک رفتن دیگه تو به این دنیا نمیگرده بیای. معنیش چیه؟ معنیش همین است که تو عبادت توشت همینجا بگیر،
در اونجا برای نشان بتونی پشیمان شوی، دیگه اجازه نیست که تو در اینجا بیای از طرف مسجد برای، دیگه اجازه نیست که تو در اینجا بیای نماز بخونی پای به تارت راه بگردی، دیگه وقت نیست که برای تو بیای بچه تا قرآن خون کنی، زن تا به حیا کنی، دیگه برای تو گشتن اومدن اینجا نیست. یک باره همینجا وصیت حسرت تا بکن، یک باره نماز روزه تا بکن، یک باره هیچی نه اقلا بار فرزند تا نماز خون بکن که تو نروی خانه تا در یک آدمی صغیر فاسقی بی افلاسی بی تعب بگذاری، محنت کردگی 80 ساله دو و دهنتا به یک بچه بی ادبی پاپریس کشی بنگی حرام بگذاری برای که در اونجا بروی افسوس دریق کنی، دیگه فایده نکنه. ای عاقبت یگان بار اللهم اغفر لی نفرسته، یگان بار خدا را سجده نکنه بگه یا الله ای خدا تو من خلقم کرده، اخیر سنیم خاکی تو میرم. برای می هوشیار باشه، هوشیار باشه، نیت جنازاتون عیاد کنه. قومی که در جایی که قدم قومی دینش نخپید، قومی دیگه نمیاد او را جنت ببره. هر کی خودش جنت میبره، تو را عمل جنت میبره، به عملی دوزخ میبره. همین دنیا دا گناه کنی ششم عدل میبرد. آیا تو در درگاه خدا گناه کردی گمان میبری که تو جنت بری؟ تو اگر نماز نخواندی گمان میبری که برای برابری او کسانی که نیم شب خستن ای ترس خدا را مسجد رفتن و سجده کردن و آب دیده ریزاندن و از حرامی پرهیز کردن و بچه هاشون به قرآن و دختراشون به اسلام و توفیق و به حیات دعوت کردن، تو گمان میبری که برابری منایی؟ هر انسان ننگ ناموس ایمان شاید دست ندهد. فکر کنه امروز یک کلان سالا یعنی 3-4 کس دیگه همه تو بعضی تو 60 برمای تالم ریش نمونده، رنگ کفن واری هستن متر و 6 اولی هم. صورت مردینگی پیدا نکرده اولی، صورت مردانگی بخوای نخوای او ریش سفید مثل کفن دواره خبرت که شده است که ارتگا این دینگه بسر تام کفن می آید، بخوای نخوای میمبری. هیچ کس مردن نمیخواه واره مجبور میمبره. خدا همه اهل گورستان رحمت کن پروردگار. میگه که تو برای برادر چی گریه منی برای پدرت؟ مرگ خود را یاد آور گریه بسیار کن، میروی آخر به گور و توشه تو برای جون خودت گریه که یه روز دبر این میراند، تو برای جون خودت گریه کن دیگه. ای الله اکبر که رفت لیکن تو فکر که آینده هم امید ما و تو میاییم، تو برای جونت گریه کن، منم برای جونم گریه کنم. هر انسان برای خودش ناله کنه، برای تو برای چی گریه منی؟ گریه چی فایده ندارد، لیکن تو گریه که آیا این رفت خلاص شید ما و تو چخل برفته باشیم، در کدام حالت میمرده باشیم؟ ایره دانشمند باید عقلش کار بفرما. بسیار بخیر. بیس العبد عبد النسیه جبار الاعلا. بدترین انسان همون انسانی است قبر و در آمدن قبر را فراموش کرده است. قبر و در آمدن قبر پوسیدن در درون خاک فراموش کرده است. از او بنده بدتر دیگر نیست. و بیس العبد عبد النسیه جبار الاعلا.